سهام چیه؟ تمساح میخواد پولدار بشه. تمساح با شنا ماهی میگیره. کارش خیلی سخته. سودش خیلی کمه. بعد تمساح یه فکری میکنه. اون میشنوه که پولدارها پولشون رو توی بانک میذارن. تمساح میره بانک برای دزدی. اما این کار شکست میخوره و پلیسا میگیرنش. تمساح چند سال میره زندان. تمساح آزاد میشه. تمساح ایده جدیدی داره. پیش لاک‌پشت‌های پولدار میره. تمساح میگه من برای خریدن قایق پول میخوام. در عوض لاک‌پشت‌ها یه تیکه از تجارت آینده اون رو میگیرن. به این میگن سهم. حالا تمساح کلی پول داره. تمساح باید در مقابل یه وسوسه بزرگ مقاومت کنه. تمساح نباید فراری رویاهاشو بخره. به جاش تمساح یه قایق خوب و تورهای بزرگ میخره. قایق میره قسمت عمیق رودخونه. قسمت عمیق ماهی‌های خیلی بزرگ داره. ماهی بزرگ یعنی پول خیلی بیشتر. پول بیشتر یعنی سود بیشتر. لاک‌پشت‌های سرمایه‌گذار هم از اون سود پول میگیرن. به این میگن سود سهام. اینجوری همه برنده میشن.